سپاس از تشریف فرماییتون. یه تشکر ویژه باید داشته باشم از امیرحسین مسعودی عزیز و مریم کاظمی عزیز که این محفل رو برپا کردن برای اینکه ما دور هم باشیم. واقعا نوروز زیباست. من امروز اومدم راستش یه درد دلی با شما داشته باشم. نوروز یک روز نوه، یک فرصت، یه فرصت دوباره برای اینکه ما آشتی کنیم. با کی؟ با خودمون. که چی کاره ایم تو این دنیایی که هر کدوم از ما سنی داریم، چی از خودمون باقی میذاریم و قراره که چی تحویل آیندگان بدیم. ما یه میراثی رو از گذشتگان تحویل گرفتیم، به درستی یا شاید خیلی جاها غلط داریم اون رو ادامه میدیم. ما هنوز فرصت داریم که یه کارایی رو انجام بدیم که شاید از خیلی اتفاقای بد جلوگیری کنیم. ببینید واقعیت اینه که دوستان ما یک طبیعت بیشتر نداریم و یک زمینی که شاید تنها جایی باشه که روی این کائنات فرصت حیات روش هست. حیات چیه؟ همون چیزیه که در واقع به ما به ارث رسیده و ما باید اون رو تحویل آیندگان بدیم. در اختیار ما نیست. خیلی ها خودخواهانه از اون استفاده میکنن و بیرحمانه هر چقدر که میتونن در واقع بر بدن این طبیعت ضربه میزنن. بعضی اتفاقا مثل جشن‌های مختلف، دورهمی‌های مختلف، خیلی وقتا بهانه‌ای میشه انگار که ما در یک جوی قرار بگیریم که این ضربه ها کاری‌تر باشه بدون اینکه حتی خودمون ازش اطلاع داشته باشیم، یا خیلی وقتا هم خودمون رو میزنیم به خواب. تصور کنید که شما عزیزی رو دارید که در بستر بیماریه. حاضرید که هر کاری انجام بدین که نجاتش بدین، یا حتی اگر پرستار اون عزیزتونم باشه با صدای بلند هم بخواد اطرافش صحبت کنه شما ناراحت میشین. حالا تصور کنید که کره زمین و طبیعت هم یکی از عزیزان شماست. خواهرتون، مادرتون، پدرتون و کسی که خیلی دوستش دارین. شاید با این تفکر آدم خیلی وقتا خیلی از کارا رو انجام نده، یا اینکه یه مقدار بیشتر فکر کنه. اینها رو گفتم بگم که نوروز درسته که روز آفرینش انسانه، اما همین انسان بود که شد بلای طبیعت. این همه بحران‌های زیست محیطی که در موردش صحبت می‌کنیم کسی مقصرش نیست به جز خودمون. به خاطر چند تا دلیل: زیاده خواهی، سرعت زندگی و اینکه ما چشممون رو روی خیلی از چیزها بستیم. خب شاید نوروز یه فرصتی باشه که ما یه مقداری به خودمون بیایم. خودم دارم میگم، شاید نوروز برای من فرصتی باشه که دوباره آشتی کنم، اول با خودم و بعد با پیرامونم. وقتی که با خودم و پیرامونم در صلح باشم شاید خیلی از اتفاقات رو رقم نزنم. حرف از خونه تکونی شد. یک مقداری برگردیم به این ماه اسفند که ما خیلی از کارها رو توش انجام میدیم. به بهانه نوروز ما هم خونه هامون رو تمیز میکنیم، وسایل اضافه همون رو دور میریزیم. میخوام بگم بله ما رسممون اینه که وسایل کهنه رو دور بریزیم، لباس نو بپوشیم، اما این رسم و رسومات یک کمی هم حواسمون به زمین باشه. زمین پر از زباله شده، شاید باورتون نشه و دیگه واقعا جا نداره. اگر که دارید خونه تکونی میکنید و وسایل اضافتون رو قراره که دور بریزین، یکم آگاهانه تر این کار رو انجام بدین. حتما اینا رو تفکیک کنین و حتما اینا رو به سامانه های در واقع دریافت زباله تحویل بدین. یه مقدار ما دوچار یه داستان‌های شدیم: اسراف، تجمل گرایی، چشم و همچشمی، که حتما همه چیزم باید نو باشه، حتما باید بروز باشه. ولی در دنیا کسایی که اهل تفکرند و اصلا تعریف مدرنیته داره یه چیز دیگه ای میشه: استفاده بهینه از اون چیزی که ما در اختیار داریم. یه مقداری متفکرانه تر این کار رو امسال انجام بدیم. واقعا این اتفاقا رو یکم بهش فکر کنیم. بذارین خلوت بشه زندگیمون. چقدر میخوایم دستاویز داشته باشیم، از لباس، ماشینه، حالا هر چیزی که هست. اینا شده آفت محیط زیست و متاسفانه دست و پای خودمون رو هم گرفته. بریم سراغ شستشو و نظافت. 100% کسی باش مشکل نداره. من فقط یه نکته رو بگم: توی این نظافت و شستشو ما در سال چقدر مواد شوینده‌ای استفاده می‌کنیم که با محیط زیست سازگار نیست. و چه اتفاق میفته؟
زمین رو آلوده میکنه و یکی از اثراتش، من فقط یکیشو میگم، موادی که تو این شوینده ها هست وارد اکوسیستم های آبی میشه و باعث رشد بیش از اندازه در واقع گیاهانی میشه یا حالا موارد دیگه که باعث خفگی تالاب ها، رودخونه ها و خیلی داستان های دیگه میشه. وقتی برمیگردیم میبینیم که خب عاملش کیه؟ کسی نیست به جز انسان. حتی اگر از شوینده هم دارید استفاده میکنید، الان توی بازار کلی از این شوینده هایی هست که سازگار با محیط زیسته. یک کوچولو بیشتر هزینه کنیم میارزه به این که زمین بهتر و طبیعت بهتری داشته باشیم. خب نوروز و خریدش، نوروز و بازار تجریش، نوروز و بازار بزرگ. حواستون هست چقدر در سال خرید میکنید ولی لازمتون نمیشه. اگر جای خودم بودم سعی میکردم این هزینه رو صرفه جویی کنم و باهاش سفر برم. حتی اگر خرید هم انجام میدین، از تولید کننده داخلی یه حمایتی داشته باشین. یا خیلی از خانمایی که سرپرست خانوادن و واقعا شاید تنها راه درآمدشون همین باشه. میخوام بگم خرید بهینه به صرفه و از در واقع منابعی که درسته، این حمایت های شما خیلی وقتا میتونه یه کار بزرگتری رو هم انجام بده. بحث زیبای چهارشنبه سوری رو در پیش داریم. من امروز یه تبلیغ دیدم از گروه های دوست و همکار و متنش این بود: امسال چهارشنبه سوری آتش به پا میکنیم. اصلا پشتم لرزید. یعنی تا الان ما هیچ کاری نمی کردیم، امسال قراره که، و نوشته بود که هر آنچه که شما تا حالا تجربه داشتید از آتش بازی و نمیدونم حالا مسائل دیگه، امسال جور دیگه ای قراره با هم. آره یه جورایی یاد جنگ افتادم. چهارشنبه سوری زیباست اما به چه قیمتی؟ وقتی تموم میشه چند زیستمند رو ما درگیر کردیم به واسطه اینکه قرار ما چند ساعت شاد باشیم و حالا یک جشن سنتی یا باستانی رو زنده نگه داریم. فقط چند تا نکته بگم. اگر جایی هم رفتین آتیش به پا کردین، حتما آتیشتون توی آتشدان باشه، از سطح زمین بالاتر باشه. لازم نیست آتیش ما شعله بکشه به آسمون، همون که دلمون رو گرم کنه کافیه. وقتی که آتیش روی زمین در واقع روشن میشه و شعله بر میشه، هر چی زیستمند هست در واقع دور میشن و این هر سال ادامه پیدا میکنه و شما ببینید که باعث نابودی حیات در بین چند گونه هستین. به چه بهانه‌ای؟ به بهانه این که من قرار شاد باشم چند ساعت و یه مقدار بیشتر فکر کنیم. اون سر و صدایی که در واقع حالا این وسایل آتش‌زا و نمیدونم اینا ایجاد میکنه، میدونین که خیلی از زیستمندانی که توی طبیعت هستن، از پرندگان، از پستانداران کوچک، تحمل این صدا و فرکانس رو ندارن و از بین میرن. چهارشنبه سوری سنت خیلی خوبیه و امید رو در دل ما زنده نگه میداره، ولی متاسفانه به نظر من چند ساله که تبدیل شده به این که ما حق حیات رو از خیلی از گونه ها میگیریم. توی هفسین، حالا کاری ندارم به فلسفهش، چیزای مختلفی هست، در مورد علل خصوص سبزه میخوام باهاتون صحبت کنم. در گذشته همونطور که نگار جان گفت، در واقع بذرهایی سبز میشده که اولا مال همون اقلیم بوده، یعنی در دسترس بوده. اگر کسی در یک اقلیم بیابانی، کویری، کوهستانی یا جنگلی زندگی میکرده، از همون بذرهایی استفاده میکرده که توی محل زندگیش بوده. ولی این کم کم به یه شکل دیگه اتفاق افتاد و این سبزه ها عاقبتشون چی میشه دوستان؟ شما اینها رو رها میکنید در آبهای جاری که خودش باز حالا ضررهای خودش رو داره. من پیشنهادم اینه تحت عنوان سبز کردن بذرهای بومی و ارگانیکی که مال هر اقلیمی هست، میتونید به این پویش بپیوندین و این کار رو انجام بدین. حسن در واقع سبز کردن بذر اینه که حالا اگر تبدیل بشه به نهار یا گل یا هر چیز دیگه، شما میتونید اینو بعداً یه جایی منتقل کنین و جاودانه بشه به اسم خودتون، به یاد خودتون، و در واقع شما یه رد پای سبز در سال نو از خودتون باقی گذاشتین. اگر وقت نکردین و هول شد و رفتین از اون سبزه ها خریدین، حداقلش اینه که این سبزه ها رو لطفاً در طبیعت و در منابع آبی رها نکنین. حداقل میتونین اینها رو تبدیل به کمپوست کنین، یا اینکه جاهایی هستن که اینها رو جمع میکنن و خوراک دام میشه. آره میتونید این کار رو انجام بدین. اما ما
کدوم درخت رو کجا بکاریم. بعضی وقتا آدم کاری نکنه خیلی بهتره تا اینکه مثلا خودسرانه یه درختی رو یه جایی بکاره که نباید باشه، چون همون درخت خودش میتونه آفت بشه و حالا اتفاقات اکولوژیکی رو رقم بزنه که میتونه تبدیل به فاجعه بشه. اگر هم خواستین درخت بکارین، الان مراکزی هست که به شما مشاوره میده و نهالهایی که مال همون اقلیم، مال همون اکوسیستم، میتونید اونها رو تهیه کنید و بکارین. نوروز رسید و فصل دید و بازدیده. چقدر توی مهمونیامون بریز و بپاش میکنیم؟ خودم میگم چقدر از ظروف یک بار مصرف، آفت سفره یک بار مصرف. من خیلی جا میبینم که مثلا تو اون پذیرایی سفره قلمکار بسیار زیبایی هم پهن شده و روش هم یه سفره یک بار مصرف. خب اون چی؟ این همه ما المان‌های زیبا داریم، این همه صنایع دستی زیبا داریم که میشه ازش استفاده کرد. کافیه که یکم بهش فکر کنیم. خواهش میکنم توی سفرهاتون از ظروف یک بار مصرف و پلاستیک خودداری کنید و حتی توی پذیراییاتون. و میریم سفر به بهانه اینکه طبیعت حالمون رو خوب کنه، اما غافل از این که خیلی از سفرهای ما خودش میشه بلای جون طبیعت. خب حالا از کوچکترین اتفاقش بحث زباله است، بحث ته سیگار، داستانی به اسم خارج از جاده رفتن. با هر وسیله‌ای، خواهش میکنم باز ازتون، با هر وسیله‌ای، موتورسیکلت، ماشین شاسی بلنده، ماشین سواری، پای پیاده است، خواهش میکنم ازتون از مسیرها و جاده ها خارج نشین. به بهانه اینکه جای بکرتری رو پیدا کنم برم روی سبزه ها، روی چمن ها، به بهانه اینکه اون تپه‌ای که توی کویره، اون رملی که اونجاست بکرتره، کسی نیومده. خواهش میکنم ازتون رد پایی که قرار از ما باقی بمونه حداقل فقط توی جاده بمونه. الان این آفت ماشین‌های شاسی بلند و این اصطلاح متاسفانه غلط آفرود واقعا داره طبیعت ما رو از بین میبره. ببینید خیلی از موجوداتی که روی همین چمن‌ها، روی همین رمل‌ها، حتی تو مناطق کویری که ما نمیبینیم، کلی زیستمند دارن توی لایه‌های پایین‌تر شن و ماسه زندگی میکنن که از چشم ما پنهانن و ما در واقع داریم تمام این حیات رو، این چرخه رو برهم میزنیم. ما باید از خودمون شروع کنیم. حتی اگر که دستمونم به جایی نمیرسه، تک تکمون میتونیم واقعا تاثیرگذار باشیم. یه چیزی میخوام بگم، هممون دوچارشیم و اون هم این گوشی‌های هوشمند، حالا در مدل‌های مختلف. شاید باورتون نشه هر یک کلیک اضافه ما، هر پرسه زدن اضافه ما در شبکه‌های مجازی، کی چی کار کرد و چی پوشید و مهمونی رفت و چه سفری رفت و این کنجکاوی‌های بیهوده ما خودش میتونه که باعث تخریب محیط زیست بشه. چطور؟ یک، به قول دانیال چشم و همچشمی شما رو وادار میکنه که هی برید خرید کنید و سرورهای در واقع اینترنت رو وادار میکنه که به تولید بیشتر و شما در واقع دارین انرژی مصرف میکنین، گازهای گلخانه‌ای، گرمای جهانی و تغییرات اقلیمی و خیلی داستان‌های دیگه. پس فکر نکنیم که ما الان همه کارامون رو با گوشی انجام میدیم. به به من چه حامی خوب محیط زیست هستم. من یه 7 سینی رو برای خودم امسال نوشتم، دوست داشتم اونو با شما به اشتراک بذارم. 7 سین امسال من: سرزمین. من چه کردم برای این سرزمین؟ آیا من فقط یک بار اضافم یا اینکه قرار ازش حفاظت کنم و مثل عزیزم دوستش بدارم؟ حفاظت از سرزمین دوستان فقط این نیستش که ما در جنگ باشیم، اسلحه بگیریم دستمون. همین که ما یک وجب از این خاک رو بشناسیم، آگاه باشیم نسبت بهش و به دیگران هم در واقع بشناسونیمش، فکر میکنم که رسالتمون رو انجام دادیم. حالا به هر روشی که میدونید، تاریخ بخونید، جغرافی بخونید، از طبیعتش سر در بیارین. این که خیلی از اتفاقات میفته به خاطر اینه که سرزمینم رو نمیشناسم، پتانسیلاشو، قابلیتاشو. مثل عزیزیه که خیلی وقتا باهاش قهر کردم و سالهاست که ازش خبر ندارم. دومین سین من سفره. از هزینه های دیگم
با خودم قرار گذاشتم که یه مقدار صرفه جویی کنم و بیشتر سفر برم و اما سفرنامه بنویسید. حتی شده 1 خط 2 خط در مورد جاهایی که میرید بنویسید. حتی تو اون عکسایی هم که میگیرین سعی کنید 1 خط 2 خط بنویسین و کمک میکنه به این گردش اطلاعات. سومین سین من سپاسگزاریه. سپاسگزاری از همه افرادی و امکاناتی که در سال گذشته در واقع در کنار من بودن، فرصت‌های جدید رو در اختیار من گذاشتن و حتماً در سال آینده هم کنار من خواهند بود. این سپاسگزاریه رو خیلی وقتا یادمون رفته و باعث میشه که از هم دور بشیم. شیما مفید عزیز در واقع سرمایه‌های انسانی مونن. شیمای عزیزم جز اوناست. فقط یه جمله بگم، پای این سرزمین وایساده. سپاسگزاری بعدیم که دوست عزیزم آقای مسعودیه، دمش گرم. ایشون هم جز سربازای در واقع به نام و البته پای سرزمین وایساده. مریم عزیزم همینطور و دوستان دیگه ای که در واقع باعث میشن چراغ این محافل روشن بمونه. قدرشو بدونین. کمتر کسی مثل شما الان فرصت اینو داره که توی عصر زمستانی نشسته یه جایی داره در مورد سرزمینش میشنوه. 4مین سین من سادگیه. یه مقداری چیزایی که دست و پامو بسته، حالا از تعلقات، از وسایل زندگی، از تجملات، قرار گذاشتم با خودم که اینها رو دور کنم و یه جور دیگه ای زندگی رو ادامه بدم. 5مین سین من سرعته. حواستون به سرعت زندگیتون هست؟ چقدر داریم از صبح بدو میکنیم؟ یه مقدار سرعت زندگی رو کم کنیم، به کیفیتش اضافه کنیم. 6میش سلامتیه. امیدوارم که همتون سلامت باشین، هم خودتون هم عزیزانتون. به فکر سلامت جسم و روحتون باشه. جسمتون رو که خودتون بلدین، لطفاً درگاه‌های نفوذ این انرژی‌های منفی رو به روح و جان و مغزتون ببندیم. کتاب بخونیم، شعر بخونیم، موسیقی و خیلی چیزای دیگه. و آخریش اینه که با خودم قرار گذاشتم که یک رد پای سبز از خودم باقی بذارم، مثل یک نهالی که شاید دوباره میخواد جوونه بزنه. نسل آینده چشمش به شماست. ناامیدشون نکنین. حفاظت کنید او را آنچنان که ما حافظان بودیم و با تمام قدرتتان، تمام قلبتان و تمام روحتان حفظش کنید برای کودکانتان و دوستش بدارید آنچنان که خدا تمامی موجوداتش را دوست دارد. روح پدران ما در این ساحل و جنگل‌ها زنده خواهند بود، چرا که آنها دوستدار زمین بودند، به گونه نوزادی که عاشق تپش قلب مادرش است. یه نشانه‌ای تو زندگیتون اتفاق میفته، این دوره‌های طبیعت‌گردی قبل و بعد داره. مرسی.